درود هموطنان. سلام. دقیقه ها می گذرند. سالها پسی سر می شوند و عیناً همین گذشتن وقت تجربه و خلاصه ها ما را بزرگ می گرداند. بگویید چی شده است؟ حاضر میگویم. چون در عرفه سال نو میلادی قرار داریم، خواستیم درباره‌اش پرسکو کنیم و با همین موضوع پرسکو را پر جنبست نماییم. زیرا اکنون در سال نو میلادی ما را نقشه های بزرگ در پیش است و این هم تاثیر گذشته سال بر روان می باشد. در واقع روانشناس چنین میگوید: اگر خواهی آن را نغزکک آموزی با ما همراه شو. زندگی انسان طوری ساخته شده است که طلبات‌های اولین درجه را از دومین درجه فرق نمی‌کند. یعنی چه خیل؟ یعنی در اساس تربیت نادرست، در اساس مناسبت نادرست، در اساس تأثیر مناسبت‌های بین شخصی، آدم طلبات‌های اولین درجه را از دومین درجه جدا نمی‌کند. و این کار چه نتیجه می‌دهد؟ و وقتی که به جمعیت وارد می شود، هم طلبات‌های جمعیتی معنوی و هم طلبات‌های شخصی یک بار پیش می آیند. و بعداً وقتی که آدم همیشه برای قانع گرداندن طلبات خود کوشش می کند و نتیجه نگاه می کند که عاقبت سال گذشت، ما در این سال کاری را کرده نتونستیم، یعنی عملی را انجام داده نتونستیم. متاسفانه. پس برای بابرار گذشتن سال چی باید کرد؟ برای آنی که ما وقت رو درست گذرانیم، برای آنی که ما وقت رو یعنی خوب استفاده بریم، برای ما لازم است که طلبات‌های اولین درجه و طلبات‌های دومین درجه، سومین درجه رو درست درک کنیم. خب معلومات دیگری هست؟ ها. درست فهمیم که عین زمان حالتی داده شده کدام طلبات باید اولین درجه باشد، کدام مسئله ها دومین درجه باشند، کدام مسئله ها سومین درجه باشند. خب پس از درک این چیز چی رخ میدهد؟ و وقتی که آدم اینها را درک میکند، یعنی اسازنوانی میگن در پسیکولوژی، درک میکند، میداند که همین کارها را انجام دادن در کار و عاقبت همین چیز میشود. خب از سبب همین بعداً یعنی موفقیت های آدم، مظفریت های آدم زیاد می شود. برای اثبات چی گفته می توانید؟ همین خیلی بود که وقتی در حیات من 4 یا 5 کار می کردم، وقتی مثلا استراحت حتی نداشتم، لیکن همون سال رو با دیگر سالها مقایسه میکنم، یکی از موفقیت های بهترین در همون سال بود و در دیگر سالهایی که فعالیت کمتر بود موفقیت نبود. یعنی پس انسان چقدر فعالیت زیاد داشته باشد، چقدر که فعالیت های گوناگون باشد، همون قدر محصولناکی و زیاد می شود و چقدر که کمتر فعالیت داشته باشد، انرژی جمع شده فقط به هم یک فعالیت داده می شود و خلاص. پس خلاصه کردن ممکن که از نتیجه صحبت ها برمی آید که یعنی سالی که فعالیت زیاد باشد همون قدر محصولناکی زیاد می شود. پس برای آنی که سال یعنی با مظفریت انجام یابد، با موفقیت ها انجام یابد، باید نقشه ها ترتیب داده شوند. یعنی آدم از روی نقشه فعالیت کند و چقدر که ما از روی نقشه فعالیت میکنیم، چقدر که ما از روی یک سخم معین کار میکنیم، همون قدر موفقیت های ما زیاد می شود. اگر سال بی‌قرار به آخر رسد چی کار میتوان کرد؟ هر یک حالت، هر یک حادثه، هر یک وضعیتی که به وجود می آید در خود جهت های مثبت را دارد، اما انسان که بیمار هست، انسان که به درجه بلند به هیجان داده می شود، جهت های مثبت کار را نمی بیند و همیشه جهت های منفی کار را می بیند و آدم در بدترین وضعیت می تواند که جهت های مثبت را دریافت کند و حیات خود را بسازد. همچون روانشناس چی میگوید؟ در همه وضعیت مثبت قبول کردن یاد گیریم. این برای ما نیروی مثبت میبخشد و این نیروی مثبت بخشیده برای آینده یعنی لازم می شود. فهمم. تشکر. بیایید اکنون از مردم میپرسیم که سال 2021 چه خیلی گذشت. سر کنید. خیلی سالی نغز اومد. سالی آخی بای بود، با برکت بود.
سال نقص گذشت دخترم. سالی 2021 نقص خوب سال گذشت. سال 21 بسیار خاطرمان بود، بسیار سال خوب بود. بسیار خیلی عجیب. نقص. مشکل. نرمال. کمی خوب کمی بد. بسیار نقص. مشکلی خوب برای ما نقص. سال 2021 به حضور گذاشت خیلی خوب. از اون ما بخدا گپ زدم بود. حالت خوب است؟ Do you speak English? سال خوب بود با برار بود. بهترین سال برای من جایش بود که وزنین بود، جایش بود که خرسند بودم. عجایب گذشت. سال خوب. سال 2021 برای من خیلی خوب گذشت. سال با برار گذشت. خیلی خوب. سال 2023 سال خوب گذشت برای من. سال 2021 سال پربرکت بود. ما در شامپیونات جهان اشتراک کردیم. بهترین سال بود. بهترین سال. بهترین محل. خیلی خوب. خوشبختانه قریب برای همه مردم سال 2021 نقص بود. برای چی؟ از جهتی آب و هوا، از جهتی سال خوانش خوب بود. استودنتم دانشگاه طبی. یعنی بگیریم آبادانی شهر از جهتی رفت آمد، از جهتی کار و بارم به حد سالی نقص بود. وطن و گشتم. سال خوب. سال با برار. ما نویدار شدم. مبارکتان. باز برای چی؟ خیلی شهرمون آباد شد. هر روز یک خونه نو. نوگرای پیشیم. دانشگاه داخل شدیم، خیلی چیز نو یاد گرفتیم. دختنی لباس دیزاینری میکنیم خودمون. پس از کدام جهت مشکل بود؟ با ما اجازه ندادن ما با دیگه دولت سپاریم، یعنی داخل شویم. بخاطر این کمی بد گذشت. حالا چی؟ شما قناعتمندید؟ نیم ناشکر. خیلی شدم. مشکلیش در چی بود؟ با همسینفون جدگی. یک برای سال خوب بود. 30 سالگی بود. که دستاوردها، انا این آبادی ها همین باعث اون است که ما شدیم اینا برای همین سال 2021. ما خیال میکنیم که همه سالها با همین سال 2021 سال خوب رو هم با برای مردم خاطرمان است. برای که یگان تقصیر نکشیدیم، یگان چیز نشد، همه نقص زد. از سبب جناب عالی که بسیار جوانای حاضر از زمان رو دستگیری کرده استادان، هزار تشکری ما رو رسونید. از سال پیشینه بهتر گذشت از سبب کووید کم شدنش. من از جهتی روزگاری کنج آرام، رفتن کرونا ویروس، من همین خیلی ما رو خوش میکند که همین وبای اصلی 21 دور شد. این یک خوشبختی بزرگ است. خیلی عالی، فوق‌العاده. برای که سالی که ماندگی بودم دستیگت کردم، برای هم بهترین بود. مشکلیش در چی بود؟ وزبینی مشکلیش آن بود که من آرزو داشتم که به دانشگاه میخواستگیم تحصیل کنم. خیلی تیاری دیدم، مشکل بود این. وقتی داخل شدم خرسند شدم، شاد شدم. صلح امنی بود، ثبات بود، همه مهنت ها بود، همه معرکه ها با روحیه بلندی سیاسی و وطندوستی استقبال کردند. خصوصا جشن 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان که این چیزا ما با تیاری کامل همه طرفه استقبال کردیم و خرسندی‌آور اون است که هنوز هم همین روحیه همین جشن استقلال در همه جا ادامه دارد. 30 سالگی سالیت و چند عمود چرابینی‌های فرهنگی گذراندیم. چون که من دانشجوی کورس یک کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان هستم. اینجوری در سال 2021 از اون جمله 30 سالگی استقلالیت بود. خیلی خوب جشن گرفته شد و در برابر این باشد 6 نوامبر روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و 24 نوامبر روز پرچم جشن گرفته شد که ما خیلی خرسند هستیم که این جشن‌ها را خیلی خوب یعنی قید نمودیم. از جهت صحوی هم سال خوانشی 2021 برای ما خوب بود. در پیشروی در جمهوری تاجیکستان سال تعطیل هم خوب گذشت به ما مقصد و بعضی چیزهایی که نویل نگشته بودیم نویل گشتیم. چمپیون جهان شدیم. در کدام مسابقه اشتراک کردید؟ چمپیونات جهان در ابوظبی گذشت سال 2021 در اونجا اشتراک کردن، سزاوار جای دیگه گشتیم. مثلا خیلی پیشروی کردیم، دانشجو هستیم، خیلی چیزای نو از جهتی که بسیار خانه‌های استقامتی خوب ساختن، راه‌های خوب ساختن،
گل‌های نهایت زیاد برای مردم اقدام کردم. بهترین محفل‌ها را آراستم. مردم کتابخوان شد. مردم فهمید که من اون چیزی که ما باید که گیریم از کتاب میگیریم. همه کس فهمید. برای شما همین روز چی خوبیه؟ خوبی همین که من همین روز یک کتابم معرفی کردم برای همین مردم، برای همین ملت، برای پیشروی جمعیت. مبارکتان. چی کتاب؟ کتاب سیل. درباره چی است؟ درباره زندگی مردم، درباره آفات طبیعی و در آن درباره سرگذشت‌هایش نقل کرد. درباره باید انسان‌ها باید که با طبیعت معامله خوب داشته باشند. خیلی خوب. باز هم سوال دیگری داره. شما از سال گذشته چی خلاصه برآوردید؟ از تمام تجربه های گرفته‌تان چه چیزی نو آموختید؟ سر این فکر کن. در دانشگاه اکنون بسیار چیزای نو آموختیم. مثلا فنای نو آموختیم. بعد کارهای نو، کسب کار آموختیم. خلاصه برآوردیم که کار کنی، فقط کار زحمت کنی، یعنی که زندگی نقض میشد. ما استودنتی کورس یک خلاصه برآوردیم که در حاضر این زمانه خواندن در کار و پیش رفتن. در سال 2021 من بعضی نازکی های کسب خود رو با کسب خودم علاقمند بودگی پهلوی کسب خودم با بسیارتر از خود کردم، بخصوص صورتگیری را. من که خودم ژورنالیست هستم، خبرنگارم، این با نازکی های صورتگیری و چگونه استفاده بردن روشنایی را در وقت صورتگیری و اون من همین چی صورت بسیار مکمل از خود کردم. بسیار شد پیشروی خواندن، مشق خواسته من شد. خلاصه برآوردیم که زندگی خیلی زیباست. زندگی رو دوست داشتن در کار است. همدیگر رو دوست داشتن در کار است. احترام کردن در کار است. مهر و محبت خیلی چیز قیمت بوده است. خلاصه من همین است که بعد از دست دادن پدر و مادرم سال 2021 فکر کردم که مناسبت، حرمت کردن، بخشیدن یکدیگر، رفت و آمد، این خیلی چیزی چی میگن مقدس بوده است. فقط در پشت خواندن و چیزی در پیش ماندگی سلایی که در پیشم باید به پیش فقط خلاصه فقط به پیش در یک جا شدن در کار نیست، خواندن در کار، خودت را بلند برداشتن در کار. میتوانی اینطور فکر کنی. این سال 21 برای من سال فراموش نشونده است، چون که همچون نویسنده مرا اتفاق نویسندگان جشن 70 سالگی ما استقبال گرفتند و ما را همچون ادیب با خوانندگان به طریق زنده شناساندند و برای همین من از حکومت، از اتفاق نویسندگان، از ریاست و صدارت نویسندگان می‌ندارم که مرا قدردانی کردند. از 20 سالی با برای در چند چورابینو اشتراک کرد و سال خوب. باز آزمون تاجیکستان وطن از من تشکیل کرده شد و باز در آن دیگرگونی ها نیز به نظر گرفته شده است. بهترین بود که همه نشاندادهامون بهتر شد. وابسته به ساحه بقایگیری اسنادی حالت شهروندی نشاندادها رو نظر به سال 2020 بهتر کردیم، هم بودجه دولتی، هم خدمت رسانی ها و مسئله های سری وقت بقای گرفتن تولد کودکان در شهر نایها توسط ثبت اسناد حالت شهروندی سیار، یعنی که موبیل نیز اکسو هم براه مانده شد. در دانشگاه بسیار چیز را آموختیم. دانشجو که هستم به کار در آمدم، بعدا باز به کارهای خونم مشغول شدم، بیزنس ایده ها تشکیل کردم که زندگی خود کمی هم باشد به پیش برم. رفتیم؟ عجیب، باور نکردنی. بله. مهنت کردیم، مقصد اشتراک کردیم در مسابقات زدیم، بعد چمپیونات جهان رفتیم. سال 2021 سال عصر 21 است و ما با گفتگو ما کار کردیم، با خیلی پیشروی کردیم و چون که میگم هم قدم زمان هم اندکی گفته میتونیم در حساب یعنی که سال 21
چهل در حیات ما یا در حیات اجتماعی اقتصادی جمهوری چی سهم داشت. اینا جنبستی سال 2019-21 سال فرهنگ و رشد دهات بود. جنبست شده است انشالله نقش مبارزی خودش در حیات ما و شما گذاشت. و دیگرش فروغ صبح دانایی کتاب است، هر ساله برپا شده است. باز عجایبش اینه که امسال علم فروغ معرفت پیشنهاد مردم گشت. این یک قدم های نخستینی هستند که در آینده جامعه ما باز هم خوبتر و بهتر میشه، قدم های استوارتر در راه زندگی در فتح قله های مراد بیشتر میگذارند. بهترین و اکنون چه نقشه های نو در پیش است؟ نقشه و نیت آموختن زبان انگلیسی به خارج رفتن. نقشه ها بسیارند اما کوشش میکنیم که نقشه ها جامعه عمل بشن تا در این آبادانی یک سهم خود را باید گذاریم. در سال 2022 نقشه‌مون با بهای خوب و اعلی تمام کردن. بله. نقشه‌هایمون بسیار با بهای خوب و اعلی خونده تاجیکستان خود را به پیش برده ما جوانان. همین کارا رو دوام می‌کنیم نصیب بشه. می‌خواهیم کلکسیون خود رو براریم. بعد می‌خواهیم به یگان دولت سفر کنیم. در سال 2022 نیت داریم که در همون سومونه در همون جایی که من کار میکنم در سومونش در مجله بانوان در سومونش ما ویدیو گوشه‌ای که ثبت ویدیویی داشته باشه. بعضی قهرمانان ما هستن که ما میتونیم اونها رو حتی ویدیویی ثبت کرده در همونجا جایگیر نماییم. همین نقشه داریم. بار اول است. خوندن باز خوندن. با مشق کردن و خوندن و پیش رفتن. نقشه ها خیلی زیادند. دخترم دانشگاه ملی تمام میکند. آرزو میکنم که با بهای خوب اعلی تمام کند. شوهرتی هم. کسی میگوید که این سرنوشت است و از تقدیر جای گریز نیست. باز خوندن. خودت را به قله‌های بلند برداشتن. همه نقشه و نیتایی که دارم نیکند خداوند جامعه عمل بشند. بعد با شما نقل میکنیم که کدامش جامعه عمل بشید کدامش نه. ما نقشه داریم که در آزمون تاجیکستان من شیرنامه و جوی من خود که مطرب هستم در سال 2022 میخوام که در آزمون تاجیکستان وطن از من اشتراک کرده صاحب جایزه گردم. نقشه و نیت همین است که همین تدبیرها رو در سال 2022 دوباره زیاد کنیم. باز نشان دهنده ها رو بهتر کنیم نظر به سال 2021. خیلی میخوایم دانش خود را سعی کنیم. در سال 2022 خدا خواهد نقشه ها همین است که مقصد بگم کارخانه‌های دولتی باشم در آمده در جمهوری تاجیکستان مقصد کمی هم باشد در همین تاجیکستان زیبامون سهم خود را گذاریم و تاجیکستان را روز تا روز آباد و زیباتر گردانیم. در سال 2022 نیت دارم که در چمپیونات آسیا بین کلانسان سازور جای اول گردم. باور نکردنی؟ واه شما این رو دیدید؟ باری اول من میخواهم که همه کتابخوان باشد، علم‌های معاصر دنیا را فتح کنند، بهترین شهر را بسازند، بهترین تفکر را داشته باشند، بهترین علم‌ها را بیاموزند، از تمام ثروت‌های طبیعت در جمهوری هستند استفاده برند و مردم را زندگیش خوب کنند. من هیچ چیز با نفقه برآمدن امید دارم، برای که با نفقه سینم نزدیک و دیگر خیلی کتاب میخونم، بیشتر کتاب میخونم. ما هم قصه ها دارم، ما هم نوشته ها دارم. اولی برکلا خوب توجه کردین، شما سوالی بجا دادین. نیت دارم که کتاب ما هم چاپ شود. خب تشکر برای پاسخ. موفقیت به هر کدام شما نصیب گردد. خوب و سربلند باشید. با همین پورسوکوف را جمع‌بستی میکنیم. این نتیجه تحقیقات آخرین ماست و لایحه نو را که نام دارد از دیده به دل پیشنهادتان میسازیم. دوستان عزیز سلامت باشید. خیر. تا بازدید. خیر.